سلام دوستای گلم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یه داستان پلیسی تعریف بکنم. فقط قبل از هر چیزی صمیمانه ازتون درخواست میکنم که اگر مطالب کانال من به دلتون میشینه ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنین تا قوی تر کنار هم پیش بریم. خب بریم سراغ داستان. اسم داستان هست سایه‌ای که برمیگشت. شهر همیشه در غبار باران خورده پاییزی گم بود. خیابانها بوی خاک خیس و اضطراب میدادند. و درست وقتی همه فکر میکردن شب آرومی پیش رو هستش، پرونده شروع شد که 3 ماه تمام نامش در شبکه ها میچرخید. ناپدید شدن مهسا. ساعت 6:40 عصر بود. سرگرد صادقی تازه وارد اتاق شده بود که گوشیش زنگ خورد. یک مورد گم شدگی. دختر 24 ساله از 3 روز پیش خبری ازش نیست. نفس سرگرد سنگین شد. پرونده‌ای که 3 روز از اون گذشته باشه یعنی زمان طلاییش رو از دست داده. مهسا دانشجوی طراحی لباس بود. آخرین بار ساعت 9 شب توی پارکینگ مجتمع مسکونی دیده شده بود. کنار خودروی نقره‌ایش قبل از اینکه دوربین ناگهان قطع بشه. پدرش با صدای لرزون گفت سرگرد دختر من هیچ وقت بدون خبر نمیرفت. یه چیزی شده. یه نفر دزدیدتش. تکنیسین ها فیلم دوربین رو بررسی کردن. در بازه 13 دقیقه‌ای تصویر کاملا سیاه بوده. نه خش نه اختلال. انگار کسی دقیقا همون لحظه ها رو پاک کرده باشه. اما یه چیز تو ثانیه آخر دیده شده بود. سایه سر یک مرد روی شیشه یکی از خودروهای کنار صحنه. سایه محو بود اما قابل بازسازی. سرگرد گفت این کار یا آماتور نیست. کسی بوده که میدونسته داره چی کار میکنه. در تحقیق از ساکنان ساختمان زنی به نام رخساره شروع کرد به گفتن. اون شب یه مرد با کلاه و کاپشن مشکی اینجا بوده. منو که دید سری رفت سمت پله های اضطراری. اما سرگرد دید زن داره میلرزه. انگار چیزی رو داره پنهان میکنه. وقتی تنها شدن رخساره آروم به سرگرد گفت 3 ماه یه نفر توی پارکینگ رفت و آمد میکنه. کسی جز من نمیشناستش. مهسا چند بار ازش شکایت کرده ولی جدی نگرفتنش. سرگرد پرسید اسمش چیه؟ رخساره گفت بهزاد. هم دانشگاهی قدیمی مهسا بوده. بهزاد ابتدا انکار کرد که مهسا رو دیده اما پلیس گوشی رو بررسی کرد و در تاریخچه پاک شده پیام ها 27 تا تماس ناموفق به مهسا طی همون شب توی گوشیش پیدا کرده بود. تو بازجویی گفت من فقط میخواستم باهاش حرف بزنم. دوست سابقم بود ولی قسم میخورم ندیدمش. اما موقع گفتن این جمله دستاش میلرزید. سرگرد فهمید بهزاد چیزی رو پنهان میکنه ولی قاتل نبود. چیزی در چهرش بود که بیشتر از یک قربانی احساسات به هم ریخته شبیهش میکرد. و وقتی نتایج آنالیز سایه دوربین ها اومد مشخص شد سایه متعلق به بهزاد نیست. بهزاد آزاد شد. تیم سایبری چیزی پیدا کرد که پرونده رو زیر و رو کرد. تو لپتاپ مهسا یه پوشه مخفی بود که رمزگذاری شده بود. وقتی رمز شکسته شد ویدیوهایی از داخلش مشخص شد. ویدیوهایی از یک مرد ناشناس که اون رو تعقیب میکرد. مقابل دانشگاه، نزدیک خوابگاه، حتی داخل یه مرکز خرید. مهسا در یکی از ویدیوها با صدای لرزون گفت اگه این ویدیو رو میبینین یعنی اتفاقی افتاده. این مرد هفته هاست دنبالمه. اما چهره مرد قابل تشخیص نبود. کلاه کپ و ماسک داشت. یکی از مامورا گفت سرگرد این مرد اصلا شبیه بهزاد نیست و این یعنی یک تعقیب کننده ناشناس واقعی وجود داشته. پرونده وارد سطح دیگه ای شدش. با بررسی موقعیت گوشی مهسا آخرین سیگنال از حوالی یه جاده جنگلی به دست اومد. گروه تجسس شبانه وارد منطقه شدند. در دل تاریکی چراغ قوی روی یه قطعه پارچه پاره شده افتاد. پارچه متعلق به کت مهسا بود و کمی پایین‌تر آثار کشیده شدن پا روی زمین. سرگرد زیر لب گفت هنوز دیر نشده، زنده است. اما 70 قدم جلوتر لکه های خون دیده شد. خشک شده بود. مقدار کم ولی نگران کننده. مسیر خون به یک کلبه قدیمی رسید. پنجره های چوبی، در زنگ زده، بوی نم و تاریکی. پلیس با احتیاط وارد شد. روی زمین یک موبایل شکسته رو به سقف. مهسا بیهوش ولی نفس داشت و زخم روی پیشونیش عمیق بود. کنارش یه صندلی واژگون و تنابه پاره شده.
اما مهمتر از همه روی دیوار با خون نوشته شده بود نباید دنبالم می اومدی. سرگرد با دیدن این جمله گفت این فقط یه آدم ربایی نیست، این انتقامه. اما از چه کسی؟ مهسا بعد از 2 روز هوشیار شد. با صدای ضعیف گفت اون مرد فقط دنبال من نبود. دنبال همه دخترایی بود که من براشون پروژه های طراحی لباس استفاده کرده بودم. سرگرد گیج شد. یعنی چی؟ مهسا گفت اسمش یاشار بود. قبلا طراح بود. کاراش دیده نمیشد. میگفت من باعث شدم کارهای اون فراموش بشه. من شهرتش رو گرفتم. اون سقوط کرده و از 1 سال پیش شروع کرد به تعقیبم. سرگرد گفت چرا تهدیدت کرد؟ مهسا گفت چون میخواست خاطرات پروژه‌ای که ازش الهام گرفته بودم و از ذهنم پاک کنه. فکر میکرد من زندگیشو دزدیدم. و ناگهان تصویر کامل شد. در خودرویی رها شده کنار کلبه یک بسته کوچیک یافت شد. قرصی خواب آور، طناب‌های نو و یک رسید خرید که متعلق به یک فروشگاه ابزار در مرکز شهر بود. تصاویر دوربین فروشگاه نشان داد یاشار 3 روز قبل همه تجهیزات رو خودش خریده. حکم جلب یاشار صادر شد. یاشار وقتی فهمید پلیس دنبالشه شروع کرد به فرار از شهر. اما در خروجی شمالی دوربین پلاکخوان ماشینش رو ثبت کرد. تعقیب آغاز شد. در نهایت پلیس اون رو تو جاده خاکی گیر انداخت. یاشار از ماشین پایین اومد. چاقو در دست با چشمهایی پرخشم. سرگرد بهش گفت همه چی رو تموم کن. زندگیشو به خطر انداختی چون فکر کردی دنیا بهت بدهکاره. یاشار فریاد زد اون همه چی رو ازم گرفت. استعداد من رو دزدید. سرگرد آروم جواب داد آدم استعداد رو نمیدزده. کسی که میبازه کسیه که تلاش نمیکنه بلند شه. یاشار لحظه‌ای مردد شد و همین کافی بود. نیروهای ویژه اون رو زمین زدن و پرونده بسته شد. چند ماه بعد مهسا نمایشگاه جدیدش رو افتتاح کرد. روی ورودی نمایشگاه جمله‌ای از خودش نصب کرده بود که هیچ کس نمیتونه مسیر زندگیت رو بدزده مگر اینکه خودت دست از رفتن برداری. سرگرد صادقی هنگام خروج از نمایشگاه گفت گاهی بعضیا فکر میکنن دنیا باهاشون دشمنه. اما حقیقت اینه که دشمن واقعی خودتی که تسلیم بشی. یاشار به 12 سال زندان محکوم شد. بهزاد بعد از مدتی درمان روحی تونه زندگیش رو دوباره از نو آغاز کنه و مهسا از کابوس عبور کرد و قوی تر شد. خب دوستای گلم داستان ما تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین.